بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. سوره مبارکه نساء هم مدنی هست و 92مین سوره هست از ترتیب نزول و در ترتیب قضای 4می سوره هست. در سوره فاتحه گفته شد که ایاک نعبد و ایاک نستعین، و در سوره بقره گفته شد گویا که لا نعبد البقره کما عبدت الیهود والمشركون ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى والمشركون. فقط تو را عبادت میکنیم و حقوق زنان را هم ادا میکنیم. لذا وقتی حقوق زنان را ادا کردیم، ربنا انزل علینا مائدة انعامک و احسانک، سفره انعام و احسان را بر ما نازل بفرما. این هم از نظر نام ربط این سوره به ما قبلا هم عرض کردم، امروز تکرار شد. از نظر معنا در سوره بقره و در سوره آل عمران 4 مضمون اساسی بیانه: توحید و رسالت، جهاد و انفاق. در سوره بقره امور انتظامیه و امور مصلحه هم بیان شده. نماز و روزه و حج اینها امور مصلحه بودند، امور انتظامیه هم بیان شد. در سوره آل عمران امور انتظامیه بیان نشد، اونی که نظم مسلمانها را یعنی قانون و مقررات را امور انتظامیه میگن که مسلمانها با نظم و با ترتیب و با اتفاق و اتحاد زندگی کنند تا بتوانند جهاد کنند و رسالت را تایید کنند و توحید الهی را در دنیا پخش کنند. در سوره نساء امور انتظامیه بیان میشن، لیکن مسئله توحید و امر مصلح هم از قبیل نماز هم مختصرا بیان میشه. مسئله توحید میاد در میان. خب امور انتظامیه دو نوع هستند. یک نوع امور انتظامیه که مربوط به رعیتن، اون امور انتظامیه را هم بیان میکنه. قسمت ثانی امور سلطانی یعنی حاکم، اموری هستند که تعلق به حکام دارند، اونها را باید حاکم اجرا کند، راعی اجرا کند. اول حدودی که و قوانینی که مربوط به رعیت هستند الله تعالی بیانشون میکند، بعد اون قوانینی را بیان میکند که مربوط به حکامن، مربوط به راعیان. قبل از همه دستور تقوا داد که در آخر سوره آل عمران هم فرمود واتقوا الله. در تمام مراحل زندگی شما از خدا بترسید، حدود و مقررات الهی را نقض نکنید، شما کامیاب میشید. لعلکم تفلحون. اکنون هم در ابتدای سوره دستور تقوا هست. بترس ای مردم، اتقوا ربکم، بترس، پرهیز کنید از نافرمانی رب. چرا دستور تقوا بار بار داده شده؟ بدون خوف خدا انسان هیچ قانونی از قوانین الهی را نمیتونه رعایت. اون خوف خدا از پلیس که با انسان همراه است، اون وجدان و اعتقاد هست نسبت به رب که انسان را پابند حدود و مقررات میکند. انسان را نمیگذارد که انسان از حدود الهی، از قوانین الهی، از مقررات الهی سرپیچی کند و نقض کند. چرا؟ الله ذاتی هست که همیشه با انسان همراه است، مراقبه. اگر نه خوف خدا نباشد، این انسان خیلی متمرد و سرکش میشه. این خاطر الله تعالی دستور خوف خودش را میده. مضمون اول تدبیر منزل و دوم سیاست مدنی. در تدبیر منزل 3 شعبه هست: هماهنگی و اتحاد، اصلاح مال، اصلاح ازواج. الله سبحانه و تعالی شعبه اول از تدبیر منزل اتحاد و هماهنگی است که قطع رحمی نکنید
شما از یک پدر و مادری بر یک دیگر تاخت و تاز نکنید. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم بترسید از پروردگارتان، پروردگاری که خلقکم شما را به وجود آورده، اونم من نفس واحدت، از یک نفس. این مقتضی اتحاد است. شما از یک پدری، از یک نفسی. و خلق منها زوجها، و پیدا کرد از آن نفس واحد جفت آن را، و پخش کرد از این نفس واحد و جفتش رجالا کثیرا، مردان زیادی را، و نساء کثیرا، و زنان هم زیادی را الله سبحانه و تعالی خلق کرد. واتقوا الله، بترسید از خدا. این تاکید برای اون اتقوا الله اول، اون خدایی که تساءلون بهی، شما نام او را در میان میارید و از دیگر سوال میکنید. سبحان الله، مقتضی اتحاد را باز الله تعالی بیان میکند. شما نام او را در میان میارید و از دیگر سوال میکنید به خاطر خدا، به خاطر خدا و دیگه والارحام. بترسید از خدا و از قطع رحمی که همیشه خویشاوندی را انسان مطرح میکند و خواسته های خود را مطرح میکند. تو خویشاوند منی، تو پسر عموی منی، تو خواهرزاده و برادرزاده و عموی منی. من از تو این توقع را نداشتم که تو بر منی قد جفا میکنی، ظلم میکنی. حالا انسان خواسته های مالی خود را و خواسته های دیگه پیوندی خود را بیشتر به خویشاوندان مطرح میکند و اگر از خویشاوندان مهر و محبت نبیند بیشتر گلایه میکند. جفایی که انسان از خویشاوند ببیند، اون جفا بیشتر انسان گلایه خویشاوندی را میکند، که جفای مالی باشد، جفای غیر مالی باشد. و از قطع رحمی هم بترسید. اتقوا الله والارحام. قطع رحمی سروران گرامی گناه بسیار بزرگیه. این از رحمت گرفته رحم و از نامهای الهی مشتق شده است و اگر کسی این را وصل نکند، خدای عزوجل این قطع رحمی به صورتی میاد و بارگاه خدا شکایت میکند که کسی من قطع کرده، تو را قطع کن. و الله سبحانه و تعالی میگه بس من هم همینطور میکنم. بترسید از خدایی که بخواد به واسطه اون نام خدا شما از دیگر سوال میکنید. والارحام، و از قطع رحمی هم بترسید، یعنی برخورد غیر مجاز نفرمایید. این علت ان الله خوف، تقوا را از کجا بگیرید، خوف خدا را از کجا بگیرید؟ میفرماید از اینجا که ان الله کان علیکم رقیبا، الله تعالی بر شما رقیب، مراقب، شما تحت مراقبت شدید خدا قرار دارید. اگر دست از پا، چشم از گوش و زبان خطا کردید، الله تعالی خبر دارد. شما از خدا مخفی نمیشید. شما اگر در خلوتی تو فکر میکنید کسی شما را نمیبیند، جلوی مردم روزه هستید و پشت سر میل میکنید، اگر خدا را چه کار میکنید؟ الله رقیب است. اگر شما ظاهرا به اصطلاح جلوی خویشاوندان اظهار محبت کردید و اظهار به اصطلاح خویشاوندی کردید و پشت سر خیانت کردید، خدا میداند. به هر حال از خدا بترسید که الله تعالی این هم نسخه و دلیل خوف خدا است که خدا بر شما رقیبه. ان الله کان علیکم رقیبا. شعبه دوم تدبیر منزل اصلاح مال، به صاحبان به یتیمها خصوصا مال بدید. این قانون اول، حکم اول، مال یتیمها را نخورید و به آنها بدید. این رعیتیه. آتوا الیتامی اموالهم، بدهید به یتیمها مال آنها را. یتیمون بچه ای را میگن در شریعت که به سن بلوغت نرسد و پدرش بمیرد. به هر حال به یتاما اموال را بدید. وقتی به یتاما بدیم به غیر یتاما ندید، نباید بدید. به هر صاحب حق حقش را بدید، حق مالیش را بدید. خصوصا خوردن مال یتیم بسیار معمول بود در میان انسان ها و الان هم هست. مال یتیمها را انسان با فراخ دل میخورد. بین خاطر الله تعالی در این شعبه دوم تدویر منزل اصلاح مال، حکم اول مال یتیمها را نخورید.
آتوا الیتامی اموالهم. چرا خوردن مال یتیم برای شما اون مال یتیم خبیث هست و مال خود شما طیب هست. ببینید یک صورت خوردن مال یتیم این بود که مال خوب یتیم را برای خود بردار و مال غیر طیب را برای او بگذار. الله تعالی میگه مال یتیم برای شما خبیثه، حرامه، با مال طیب و حلال خودتان عوض نکن. ماشین خوب یتیم را بردار، ماشین خرابی برای او جابجا کن. بوز خوب یتیم را برای خودت بردار و بوز خبیث خود را برای او بگذار. واقعا ما اینطور نکنید. ولا تتبدلوا الخبیث، عوض نکنید خبیث را به طیب، که مال یتیم برای شما خبیثه و مال خود شما طیبه. حالا شما عوض میکنید. شما چیکار کردید؟ خبیث را به طیب عوض کردید. ولا تأکلوا. خب صورت دیگر، یک صورت خوردن مال یتیم این بود که مال خوب یتیم را، مثلا مغازه خوب یتیم را که موقعیت تجاریش خوبه، شما با یک مغازه خودتان که موقع او یتیم نمیداند شما عوض کنید، اون مغازه را برای خود ثبت نام کنید و برای بچه های خودتان و مغازه او را، مغازه‌ای که موقعیتش خوب نیست از شما برای او بگذارید. این مغازه شما یتیم چی میداند بیچاره؟ کدوم مال پدرم بوده و کدوم مال عمویم بوده. عموها عموما اینطور جفا میکنن. این خاطر الله تعالی صورت اول خوردن که خیلی مرموزانه هست اینه که تعویض میکنن و این ما به کثرت دیدیم. مالهای خوب یتیم را که در موقع خوب هستن میبرن با مالهای غیر موقعیت عوض میکنن و از این کانال میخورند و مال پدر تمون بردن فروختن علیکن. یک صورت مرموزانه خوردن اینه تبدیل میکردن. خدا فرمود خبیث را به طیب تبدیل نکنید. صورت دومین مال یتیم را با مال خودش قاطی کرد و میخورد. این هم خدا گفت لا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، یعنی ما اموال همراه با مالهای خود قاطی کردن. این دو صورت خوردن مال یتیم بسیار مرموزانه بود. الله سبحانه و تعالی صراحتا بیان کرد. و یک صورت اینه که اینطور انسان ببره مال یتیم را حفظ کنه. انه کان حوبا کبیرا، بدرستی که این خوردن مال یتیم گناه بسیار بزرگی هست، در دین و در آخرت برای شما ضرر دارد. عموما یتیمها دختر عموها مورد علاقه نیستند. برای اینکه مال این دختر عموها را حفظ و مل کنند، به این خاطر اینها را نکاح میکردن، بهشون محرم نمیدادن، بهشون حتی میراث شد. به خاطر خوردن میراثشون رغبت نداشتن که این یتیم عموزاده خود را نکاح کنن ولی لحاظ حقوق را ادا کنن. به خاطر این که مالش را بخورن، مال پدرش را بخورن، لحاظ نکاح میکردن. تو این خاطر الله سبحانه و تعالی در این حکم دوم فرمود و ان خفتم الا تقسطوا. اگر شما احساس کردی که با نکاح دختران یتیم شما عدالت را رعایت نمی کنید، شما عدالت نمی کنید، به آنها حق زوجی که حقه نمیدید، مهر نمیدید، هدف به خاطر اینه که مالش بخورید. اگر احساس کردید که شما عدالت نمی توانید بکنید با نکاح دختران یتیم که شد تحت تکفل شما هستند، تو لذا حکم است که فلا تنکحوهن، نکاح نکنید. جزای این شرط است. همه چیز تو جزوه نوشته. اگر احساس کردید که عدالت نمی کنید با نکاح آنها را نکاح کنید، حق و حقوق آنها را نمی تونید مهر بدهید، حق زوجیت آنها را بدهید، تو فلا تنکحوهن، این جزا مقدره. شما نکاح نکنید آنها را، بلکه فانکحوا ما طاب لکم من النساء، نکاح کنید اون زنانی را. این ما به معنی مر هست. اون زنانی را اینجا به کار برده ما که برای غیر ذوی الاکل است، که معنی من را که طاب لکم، طاب لکم معنی حلالا برای شما، یا طاب لکم برای شما خوش میخورن، شما آنها را پسند دارید.
من النساء از زنان بیان ما هست، یعنی غیر از یتیم‌ها زنان مورد پسند خود را نکاح کنید در حالی که دو باشند و در حالی که ثلاثه سه باشند، سه باشند، رباع 4 باشند. یعنی اینجا دیگه الله سبحانه و تعالی صراحتاً دستور نکاح زنان متعدد را، مثنا ثلاثه رباع، این زنان مورد پسند خود را نکاح کنید. ها فإن خفتم، اگر شما گمان کردید که الله تعالی شما نمیتوانی عدالت را در میان این زنان برقرار کنید در امور واجبه و اختیاریه. خب اموری که واجب است بهش نفقه بدید، بهش لباس بدید مساوی، بهش مسکن بدید مساوی. به این امور که واجبند و اختیاریند، هم لباس هم نوع دادن، مسکن هم نوع دادن و عرض خدمت شما لباس و مسکن و خوراک، اینها امور واجبه هست. سه چیزند از زن که به گردن مرد واجبند. اگر شما نمیتوانید مساوی لباس بدید، مساوی خوراک بدید، مساوی مسکن بدید، اینا اختیاری هست، هم واجبند هم اختیاری هست. چیه انسان در این نمیتونه که لباس یک نوع بخره، خوراک یک نوع بخره، مسکن یک نواخت بسازه. اگر شما احساس میکنید فإن خفتم که الله تعدلوا تو فواحدتا، این واحدتا مفعول بهیه، فعلش واحد، فاختاروا واحدتا، اختیار کنید یک زن را که اونجا دیگه مساواتی نیست، هر لباسی دادی، هر خوراکی دادی، دیگه چرا اینجا. خب در امور غیر اختیاری که الله سبحانه و تعالی اون طبیعت بشریه، اگر یک جا تمایل پیدا میکند، اشتهاش پیدا میشه، خب اونه که الله تعالی لازم نکرده. از اون امور اختیاری نوبت و شب گذاریه. یک شب اگر اینجا میدی شب جای دیگر بده، تو اون هم شب گذاریه. روز که چون روز امرار معاشه، این نمیشه که مساوی روز را تقسیم بکنن. به این معنی که محل کارش هر جایه و محل شغلش هر جایه، اون روز دیگه باید بره دنبال کارش، شب در آنجا بره که دیگه حق او هست. تقسیم در این مورد. خب اگر احساس کردید، گمان کردید که شما نمیتوانید عدالت را برقرار کنید بین زنان متعدد، بین 2 زن، بین 3 زن، بین 4 زن، تو اختیار کنید یکی را. اگر این را هم نتوانستید که حقوق یک زن حر ادا کنید، ما ملکت ایمانکم، اون کنیزی را که ایمان شما مالک، خب کنیز مال دیگره، شما میتوانید کنیز نکاح کنید به اجازه مالکش. خب به اجازه مالکش که وقتی نکاح کردید، شما او از شما خوراک نمیخواد، او از شما مسکن نمیخواد، او از شما لباس نمیخواد، چون در خدمت مالکش است. این چیزها به گردن اون مالک هستند. شما فقط حق همون ارضای طبیعت را میکنید، اون هم به فرصت از زمان شبی روزی ساعتی که شما موقعیت گیر آوردید، تو همون مقوله عربی، عبارت عربی اذا ظفرت، تو لحاظ کار خدا انجام بده. به این خاطر ذالک، این نکاحی یک زن یا یک کنیز ادنا الله تعالی، خیلی نزدیکه که شما ظلم نکنید. حالا یک نفسی را شما اجاره کنید برای 2 سال، یا زن صیغه کنید برای 4-5 سال، برای 1 ماه، او از شما هیچی نمیخواد، اون قرآن مطرح نکرد. گفت شما زنان متعدد نگاه کنید، 2 تا 3 تا 4 تا، و اگر احساس کردید که عدالت نمیتوانید بین زنان کنید در حقوق واجبه و اختیاریه، تو فانکحوا واحدتا، اختیار کنید یک زنی را.
او ما ملکت، این دیگه تنزله. اگر یک زن حره باز هم لباس میخواهد، مسکن میخواهد، غذا میخواهد و خلاصه دیگه حق و حقوق و همریشی میخواهد، اگر اون نتوانستی ما ملکت ایمانکم نکاح کنید اون کنیزی را که ایمان شما مالکن. یعنی اگر کنیز مال خود انسان است که نکاحی نمیخواهد، این کنیز مال کسان دیگرن، مسلمانانن، لہذا شما اون کنیز را به اذن مالکش نکاح میکنید، از شما هیچی نمیخواد غیر از همون که شما غریزه را از اون میتوانید دیگه، ورنه او در خدمت مالک است، مسکنش، لباسش، خوراکش به گردن مالکه. و لہذا شما یک حقی دارید در قسمت نفسش، اون هم هر زمانی که موقعیت گیرم، آخر شب یا آخر روزی موقع فراغت خدمت آقایش شما می توانید استفاده کنید. ذالک ادنا الله تعالی، این نکاح یک کنیز یا نکاح یک زن خیلی نزدیکه که شما ظلم نکنید. لہذا اگر اجازه می بود که صیغه کنید، الله تعالی می گفت صیغه کنید، از همه آسان تر. مدت را تعیین کنید و بعد از مدت دیگه هیچی، ورنه کنیز هم طلاقی میخواهد، عده‌ای میخواهد، میراثی میخواهد، حضرت بمیره میراث از شما میبره و اون نه، اون زن عاریت الفرج یا زن متعی هیچی نمیخواهد. پس اینجا یک دلیلی برای حرمت متهمینه. حکم سوم، خب زنانی که مورد پسند نکاح کنید، یتیمه ها را نکاح نکنید که پسند ندارید، به خاطر مالشون نکاح نکنید. در نکاح فقط مال مطلوب نیست، شما مال اونها را به دست بیارید. زنان مورد پسند را از دوتا گرفته تا یکی و تا ما ملکت ایمانکم اجازه دارید نکاح کنید. لیکن این زنان مورد پسند را هم که نکاح کردید فقط استفاده کنید و حق مهر ندید، نه، این کار نکنید. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، بدهید به زنان مهر آنها را از طیب خاطر. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، و نه از طیب خاطر، با فراخی دل، با نه با فشار. میخوابه اونم زنی نیازمنده و شوهر منم که نیازمندم به زنی، دو محتاج با امن احتیاجشون برطرف میشه، دیگه من چرا بهش حق بدم؟ او باید به من حق بده. نه، الله تعالی میگه تو به خاطر این که شوهری، لہذا تو باید نفقت بدی، تو باید مهر او را از طیب خاطر بدی. امروز بعضی ها مهرهای غالی میگذارن و اصلا نیت پرداخت ندارن، اینها مجرمه. مهر یک حقیه از آن زن و خدای دستور عقید داده که از زنانی که مورد پسند شما شدند و نکاح کردید حقوق آنها را بدید. آتوا النساء صدقاتهن نحلة. ها، بعد از اینکه شما در اختیار زنان گذاشتید مهر آنها را، حالا یک زنی احسان کرد و به شما پس بخشید، از اونجا دیگه بخورید، هم با لذت بخورید، موقع خوردن لذت ببرید، هنیئا معنیش اینه، و هم وقت هضم هم ناراحت نباشید، دیگه معده شما خراب نشه، صحیح هضمش بکنید. بس غذا انسان موقع خوردن لذت میبره از خوردنش، لیکن موقع هضم دیگه مریض میشه، مسموم میشه. الله تعالی میگه وقتی شما به اون زنان دادید و فإن طبن لکم، اگر بخشیدن از طیب خاطر اون زنان برای شما مقداری از آن مهر یا ثمره، از طیب خاطر بخشید. طبن لکم عن شیء منه نفسا، این تمیز از ضمیر طبنه که مبهمه. اگر عطا کردن از طیب خاطر برای شما یک چیزی از آن، تو فکلوه، پس بخورید آن عطای زن خود را هنیئا، با لذت، موقع خوردن لذت ببرید، مریئا خوشگوار باشه، دیگه موقع هضمش ناراحت نباشه. هنیئا مریئا این معنی را داره، خوش با لذت و خوشگوار، یعنی موقع هضم هم هضم شما خراب نشه، یعنی با لذت و با طیب خاطر شما هم بخورید. این حکم چهارم
چند جز دارد. جز اولینه که خب یتیمها تحت تکفل شما هستند، اینها تمیز ندارند، شما این مال را همه در اختیار این طفل میگذاری، این طفل همه میبره پوپک میکنه و میریزه، عروسک میکنه و پاره میکنه، تفنگ میکنه و زیر له میکنه. خب بچه‌چیه؟ هرچی به دست بچه میبره یک دم خراب میکنه. اینه بده، این عروسک را بده، این به اصطلاح بطوک را بده و اونا بده و همه پول را حکمل میکنن. اینطور نکنی. لا تؤتوا السفهاء، این حکم چهارم است. جز اول اینه که به سفها یعنی به اون بچه های کم عقل نادان اموال خود را ندهید. این اموال را مضاف کرد به طرف اولیا. این پول و مال برادرزاده در حقیقت مال شماه. فردا که این بزرگ میشه اگر مال را شما برای اون نگهداری کردی، عمو جان برادر بزرگ، فردا این مال برادر کوچک مال توه، مال برادرزاده ها، مال عمو زاده ها، این مال توه، فردا به تو برمیگرده. الان امیدی به بچه نادان این مال را حیف و میل میکند، فردا هم یک گدای به گلوی تو افتاده و تو هم که گدای به گلوی او افتادی. برادر بزرگ مریض پول ندارد. الله تعالی به خاطر رأفت و رحمت اموالکم، ورنه از این مراد اموال همون یتیمه ها که بعد اموالهم میگو. دیگه به خاطر رأفت و رحمت که شما بر این مال رحمت داشته باشید، مفت و مجانی به نادانها در جیب نادانها نرسید. به جیب یک بچه نادان شما میلیون ها پول میگذارید، اینها را هر روز حیف و میل میکنه و فردا دیگه گرسنه میماند. ندهید به سفها اموالتان را، یعنی مالهای آنها را که خدا به شما نسبت داد. اون اموالی الا جعل الله لكم قیاما، قرار داده الله تعالی برای شما اون اموال را سبب زندگی شما، اونها سبب زندگی شما هستند. خب حکم دوم، مال را در اختیار این نادانها نگذارید. یتیمهای سفیهند، کم عقلند، درست رفته عمرش بالا لیکن عقلش کمه. قرآن کلمه بکار بود، عقلش کمه. خب از سن بلوغ به این طرف که همه عقلشون کمه، لیکن یکی رفته به سن بلوغ هیچ تمیز نداره، ترحم بر مال نداره، رحم نداره. شما ماشین را به دست او میدی و گاز میده و میزنه، خود را هم نفله میکنه، ماشین هم نفله میکنه. اینطور نکنه. ها اگر بچه با تمیزیه بعد از سن بلوغت از 15 سال به بعد او ترحم بر مال دارد، کاملا سفیه نیست که درسته نه که از 15 سال اکثر که عقلشون کمه. چه بچه هوشیاری داشته باشد و فریب همکتاران خود را نخورد. دیگه همکتاران فریب میدن، مال را همه از دست او میگیرن، حیف و میلش میکنن. البته الله سبحانه و تعالی میگه مال را در اختیار آنها نگذارید، لیکن خرجشون بدید. ورزقوهم فیها منها، از این مالها خرجشون بدید. واکسوهم، لباسشون هم بدید. و قولوا لهم قولا معروفا، و قول معروف هم برای آنها بگید. اولا که این مال را به آنها تفویض نکنید، جز اول. دوم رزق بدید از این مالها، خرجی بدید به آنها. سوم لباس بدید به آنها. و چهارم بگید برای آنها قول معروف، قول تسلی بخش که مال شما هست، چون کمی بزرگ شده دیگه، احساس میکنم مال پدر منه، برادر بزرگ به من نمیده، این عموزاده به من نمیده، عمو به من نمیده. قول معروف بهش بگید برادر این همه مال شما، من خدمت میکنم تا که مال شما تلف نباشد، تجارت میکنم، کشاورزی میکنم، رمه شما را سرپرستی میکنم، جو و کاه و قدیمش میکنم. این حرفهای رضایت بخش را بهش بگید و بگید برای اون یتیمها قول معروف، قول تسلی بخش. و وقتی میخواهید بدید امتحانم کنید. و ابتلوا الیتاما، در این حکم چهارم اجزای مختلفی هست، هر امر و هر نهی یک حکم است، یک جزء این حکمه. امتحان کنید یتیمها را حتی اذا بلغوا النکاح، تا اینکه به نکاح برسند. امتحانشون حالا مطابق شان اینه.
شما مقدار پول به دست اینها بدید، بیاری سر مغازه بگذارید، خب شما معاملت کنید. حالا مراقبت کنید که چطور میکنید، پارچه ها را مراقبت کنید، حساب و کتاب را مراقبت کنید، مقدار پارچه متر کنید و بگذارید، بدانید این چقدر متره، چند تاقه هست، تاقهی میفروشن، متری میفروشن، حالا برید و بگذارید امروز و برید و بیایید چقدر معامله کرده، چه چیز معامله کردید، بله چقدر، اینقدر متر. مراقبت کنید که واقعا بلد بوده متر کنه، پولی صحیح گرفته، ارزان نداده. حالا گرام که خوبه، همه خوشحال میشن گرام تر بده، لیکن ارزان نده. امتحانی که مطابق شان آنهاست. وابتلوا الیتاما، امتحان کنید یتیم ها را تا اذا بلغ النکاح، تا که به نکاح برسن، به سن بلوغت. فان آنستم منهم رشدا، اگر شما معلوم کردید از آنها دانایی، رشد به معنی دانایی، صلاح، احساس دانایی از آنها کردید و فکر کردید که اینها دیگر دانان، حیف و میل نمی کنن، ماشاءالله بچه افغان از 10 سال چنان بلد معامله را که سر 100 نفر هم میگردن، هر چی بگه فریب نمی کنه. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، تا اینکه برسن به نکاح. پس وقتی احساس کردید شما از آنها دانایی، تو حکم ششم این حکم جز ششمش فدفعوا الیهم اموالهم، دفع کنید به طرف آنها مال آنها را. بابا برادر کوچک که بزرگ شدی، برادر زاده، عمو زاده، این مال شما. لیکن وقتی شما مال را به آنها تحویل میدهید، گواه هم بگیرید، لیکن این گاگاه این طوره. برادر احساس میکنه که برادر کوچک دیگه الان بزرگ میشه و میآید از دانشگاه و از دبستان و از دبیرستان مال را به تحویلش میدن، فوری مقداری میخوره که دیگه همه را میبره. من میترسیم الله تعالی میگه این یک شیوهیه که یتیم شما دارد بزرگ میشه، شما عجله کنید و از آنها مبادرت بگیرید و اسراف کنید، جلوتر سبقت بگیرید، مال آنها را بخورید، این کار را نکنید. ولا تأکلوها، شما نخورید مال این یتیمها را در حالی که اسراف کننده باشید، یعنی بیشتر از ضرورت شما خدمت کردید، بیشتر از خدمت خود اسرافاً مال آنها را نخورید. و بدارن مبادر نباشید قبل از حاجت بخورید. این اسرافاً و بدارن هر دو حالن، در حالی که شما اسراف کنید از حد ضرورت بالاتر، شما از مال یتیمها بخورید به عنوان به اصطلاح خدمت خود، یا مبادرت کنید از بزرگی آنها، بدارن ان یکبروا، از خوف بزرگی آنها که تفویض اموال به آنها لازم می شود، لحظه مبادرت کنید از بزرگی آنها، از بلوغت آنها و بخورید. حالا اول نخوردید، حالا قبیل بزرگی آنها که 1 سال دیگر 2 سال دیگر مال را تحویل میدید به آنها، شما مبادرت کنید به از بزرگی آنها، این کار را هم نکنید. و اکنون اگر ضرورت دارید شما چون در خدمت مال یتیمید و ضرورت دارید که بخورید، دیگر کسب و کار شما ندارید، رمه اونها را سرپرستی میکنید، میچرانید یا دهقانی آنها را میکنید یا تجارت اموال آنها را میکنید، شما ضرورت دارید اندازه ضرورت بخورید. شما یتیم مغازه‌داری میکنید برای یتیم، در آن مواضع به شاگردها و مغازه‌دارها چقدر میده، شما همونقدر میتونید بخورید، بیشتر نه. و من کان غنیا، کسی که از اولیای یتیم غنی هست، تو فلیستعفف، کاملا او عفت کند، یعنی اجتناب بکنه، نخوره، مجانی برای یتیم خدمت کنه که ثواب دارد. و من کان فقیرا، اگر سرپرست و اولیای یتیم خودش فقیره، دیگر راه کسبی ندارد، به کشاورزی یتیم مشغوله، به دامداری یتیم مشغوله، به تجارت یتیم مشغوله و خودش فقیره، دیگر کسب و کار چیزی خودش ندارد، تو فلیأکل، پس بخورد این ولی یتیم به معروف، به اندازه ضرورت و عرف چقدر میده. اگر رمه این را بچرانی چقدر، همونقدر میتونه بخوره. کشاورزی این را میکنه چطور، همونقدر میتونه. ثلثی ربعی کشاورزی میکنن، نصفی کشاورزی میکنن. و اگر مغازه‌داری میکنه برای یتیم، تجارت میکنه، خب به حسب معمول و معروف بخوره. خب وقتی که بعد از وجود شرایط
که یتیم بزرگ شد و شما هم دانایی از آنها احساس کردید، میخواهید مال به آنها تحویل بدید، در این صورت گواه هم بگیرید، بیارید دیگر خویشاوندان را، همسایه ها را که این مال پدرشون بوده، من اینقدر زحمت کشیدم، امروز به آنها حواله میکنم. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، بعد از وجود شرائط وقتی شما دفع کردید به طرف یتیمها اموال آنها را، تو فاشهدوا علیهم، گواه بگیرید. این جزء نهم این حکم چهارم هست، گواه بگیرید در سر آنها. این امر هم استحبابیه. البته برای گرفتن حساب کفا بالله حسیبا، کفا بالله حسیبا، خدا خودش کافیه که شما واقعا در حق یتیمها حقوق آنها را رعایت کردی یا نکردی. حساب دیگه خدا شما دیگه کسی نیست که شما کفا بالله حسیبا، الله تعالی کافیه که از شما حساب و کتاب بگیرد. پس این حکم چهارم 9 جز داشت. باز حکم پنجم، خلاصه در باب میراث بحث یتاما بود. یتیم کسی را میگن که پدرش بمیره، حالا او کوچک باشد یتیمه، بزرگ باشد بهش یتیم نمیدن در اصطلاح شریعت. حالا پدران اینها که مردن، خب بزرگها بزرگن، کوچکها کوچکن، دخترن، فلجن، مامورن، معذورن. حالا تقسیم میراث روی ذکورت و روی انوثت، حالا بزرگ و کوچک در ذکوریت و انوثت فرقی نداره. اون بچه 1 ماه و 1 شبه بعد از پدر پیدا شده یا بعد از پدر متولد شده، با اون فرزند بزرگ، اگر دختریه با دخترهای بزرگ و اگر پسریه با پسرهای بزرگ سهمشون برابره. تقسیم روی ذکورت و انوثت هست. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین رفتن دوتا یکی، لحاظا به ذکور هم سهمی تعلق میگیرد، یا از آنچه که ترکه گذاشتن اقربون، خویشاوندان دیگر، برادری رفت، خواهری رفت، دیگه کسی ندارد، همین خواهر کوچیکه، همین برادر کوچیکه، اینها سهم دارد. و خصوصا للنساء، برای مادها هم سهمی هست از آنچه که والدان میگذارن و خویشاوندان. خب کل منه او کثرا، این منه فاعل برای این کل، از آن مالهایی که کم باشند آنها او کثرا یا زیاد، میلیون ها میگذارن یا 100 تومانی میگذارن. در 100 تومانی 1000 ریال بشه در حساب ایران، هم رجال سهم دارن هم نساء سهم دارن. با سهم اینها را الله تعالی بیان میکند. اینجا فقط قانون اینه که از ترکه والدین یا ترکه اقربون هم زنان سهم دارن هم مردان سهم دارن. قانون اینه، این نیست که میراث فقط سهم مردانه یا فقط سهم زنان باشه، مردان را ندید که مردها بزرگ شدن فلان نه. آنچه که مال والدین میگذارن یا خویشاوندان میگذارن و اینها از آنها میراث میبرن، اون مال را در اصطلاح شریعت مناسبت ما ترک الوالدان والاقربون، اون مال را میگن ترکه. چی میگن؟ ترکه. اول از این ترکه صاحب ترکه که میراث گذاشته متوفا، اول تدفین و تجهیز آن، او را برای قبر آماده کرد، باید شست و کفن کرد و نماز جنازه خواند، و اگر آخوند بدون پول نماز جنازه نمیخوانه، پول بدید تا نماز جنازه بخوانه. و همچنین بردن دفن شکول شهرداری و قبر زنها را و اینها را، اینه میگن تدفین و تجهیز. اول از مال این چیزها را که از مال ترکه میدن. بعد دیگر نوبت به دیون میرسد، دینهایی که به گردن این میت هست، اگر تمام مالش در برابر دین رفت باید بدن.
برای صغیرها هیچ چی نمانه. این احسان شریعت کرد. بعد از ادای دیون متوفا وصیتی اگر کرده، خب وصیت او را تنفیذ میکنه. اگر وصیت کلانی کرده و مالش ایجاب نمیکنه، از 1/3 وصیت او را ما میدیم. مثلا وصیت کرده 1 میلیون بدیم، همه ثروتش بعد از دیون 1 میلیون مانده. حالا از 1/3 وصیتان را تکمیل میکنیم، 2 قسمت دیگه نمیدیم، وصیت او نمیشه، مال نداره. همه توصیه 1 میلیون کرده بدید، در راه خدا بدید، و لحاظا مانده همه 1 میلیون. پس از 1/3 وصیت او را ما تکمیل میکنیم. خب باقی مانده دیگه بین رجال و نساء تقسیم میشن. اونجا خدا قانونی بیان کرد. چرا این قانون را بیان کرد؟ که عربها به زنان میراث نمیدادن، زن حق میراث نداره، و بلوچها دیگه از عربن. به این خاطر این ظلم را الان هم انجام میدن. با موجودگی ادعای اسلام و قرآن به دخترهای بیچاره کوچک و به زنان هیچ سهمی نمیدن، به خواهرها سهم نمیدن، بیچارها به دخترها سهم نمیدن. حاجی آقا مرده، دخترش بیچاره نه در پاساش سهمی دارد و نه در مغازه سهمی دارد و نه در غنات سهمی دارد و نه در موتورپمپ سهمی دارد، هیچ چیزی به دخترش نمیدن. دختر مثل یک گدای از دور نگاه میکند مال پدر را، فقط برادرها تو جیب میزنند و میخورند. و اگر برادرم که بزرگ باشه، برادرهای کوچک اصلا نگاه هم نمیکنه، همه مال را میزنه توی جیب و تماشا میکنه و میخوره. الله تعالی میگه نه، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما کل منه. از آن مالهای کم باشند آنها او کثر یا زیاد باشند. خلاصا نصیبا مفروضا، سهمهای فرض شده از طرف خداوند متعال. اینها را اصحاب فروض میگن. یک سری سهم هر ولی متوفا مشخصه، آنها را میگن ذوی الفروض. بعضی هستن ذوی الارحام، بعضی هستن عصبه. حالا اونجا کمی توضیح میدیم. خلاصا نصیب هست، اون نصیب فرض شده از طرف خدا. و اذا حضر القسمت، این حکم ششم هست. خب کسانی هستن که میراث نمیبرن، مثلا متوفا والدین دارد، فرزند دارد، خواهر و برادرهایش میراث نمیبرن. متوفا فرض کنیم احمد، او دارد برادر، خواهر، مستضعف و ناتوان، پدر و مادر هم دارد، بچه هم دارد. خب وقتی این احمد فوت میکنه، فقط بچه های او و والدین او و زوجات او میراث میبرن، سهم دارن. به برادر و خواهرش میراث تعلق نمیگیره. خب این خواهر و این برادر در زندگی احمد خیلی رفت و آمد داشتند و برد و خورد داشتند. الان میان شما یک چیزی برای خوردن و برای مصرف بدید از این باب. دیگه بیچاره برادر و خواهر آمدن و نگاه میکنن شما هیچی ندید، چون سهم نداره، خدا به شما سهمی نداده. خب برای خوردن و بدید بیچاره. الله سبحانه و تعالی میگه این احسان را بکنید. و اذا حضر القسمت، وقتی حاضر شدن به تقسیم مال، اولو القربا، آن رشته دارهایی که میراث نمیبرند، یتاما آمدن. حالا شما میراث رو تقسیم نکردید، حالا یتیمن، پدرشون مرده، برادرشون مرده، یتیم شدن، حالا هنوز مال تقسیم نشده. قبل از تقسیم برای خوردن رو بدید، قبل از تقسیم برای خوردن. یا مساکین دیگری آمدن، وارث آمدن سر باغ مال حضرت احمد مرده، حالا یتیمه های بچه های کچکش هم آمدن، برادر و خواهرهایش هم آمدن که میراث نمیبرن، اونا اولو القربا هستن. یتامات خوب میراث میبرن، هنوز تقسیم نشده. مساکین دیگری هم آمدن، تو فرزقوهم منه، به اولیا گفته میشود بدهید برای خوردن، به یتیم هم بدید بخوره، به اون برادر و خواهر هم بدید بخوره، برای خوردن بدید. و قولوا لهم قولا معروفا،
یا مراد از یتاما یتیمهای دیگریه، یتیم این متوفا نیستن. خب بگید برای او قول معروف تسلی بخش که مال تقسیم میشه به شما حق میرسه، و به برادر و خواهر بگید ما چکار کنیم، شریعت به شما حق نداده در موجودگی فرزندهای متوفا و والدین به خواهر و برادر حق نمیرسه، میراث نمیرسه. قولوا لهم قولا معروفا، همینه. و اکنون الله تعالی در بخش یتیمها وجدان اولیاها را میخواهد متوجه کند. ای اولیای یتیمها، ای برادر بزرگ، ای عمو، اگر تو میمردی و بچه های کوچکی میگذاشتی، تو چه توقعی داشتی که نسبت به بچه های تو، برادرها، عموها، برادرزادها، بچه های بزرگ چه توقعی داشتی؟ الان که تو بزرگی و برادرهای کوچک زیر دست تو هستند، الان که تو بزرگی و عموزادهای کوچکی و برادرزادهای کوچکی زیر دست تو هستند، تو ترحم کن. همان ترحمی که تو توقع داشتی که با بچه های تو بشود، وجدان انسان را، وجدان و اولیای یتیم را الله تعالی میخواد متوجه کنه. ولی یخشى الذین، بترسند آنهایی که سرپرست یتیمها هستند، اگر خودشان میگذاشتند پشت سر خود ذریتا ضعافا، بچه های کوچک و ریز، تخافوا علیهم، چقدر احساس میکردن برای این بچه های کوچک خودشان. فلیتقوا الله، الان که پدران بچه های کوچک رفته و شما سرپرست بچه های کوچکی و مال پدر آنها که مال برادر شما باشد در اختیار شما است، عمو جان فلیتقوا الله، از خدا بترس، ایزارسانی فعلی نکنی. ولی یقولوا قولا سدیدا، و برای این برادرزاده های کوچک خودتون سخن نرم بگو، تو پدر آنها باش. اگر به جای پدر آنها تو میمردی و بچه های کوچک تو میماندن، تو چقدر احساس میکردی که بر بچه های تو ترحم بشه، چقدر توقع نیکی از برادرت داشتی. الان که برادرت مرده و بچه های کوچک برادر تحت تکفل تو هستن، تو بر آنها ترحم. در آخر این قانون که میراث هم مردان میبرن هم زنان میبرن، تقسیم میراث روی ذکورت و انوثت است، بزرگی و کوچکی نیست. اکنون زجر ذکر میکند بعد از اینکه وجدان اولیای یتامها را متوجه کرد که باید اولیا احساس کنند که اگر اونها میمردند و بچه‌هاشون میماندند چقدر احساس خوف برای بچه‌ها خود داشتند، احساس خطر داشتند. الان باید اونها خوب مراقب باشند که پدر این بچه‌های کوچک، برادرزاده، برادرش مرده و برادرزاده هستن، برای آنها ترحم کنند. بله اکنون تهدید میکنه خدا، اونجا وجدان را متوجه کرد در اون آیه، و در این آیه تهدید اونهایی که مال یتیم‌ها را میخورند، چه برادر بزرگه، چه خواهر بزرگه، چه عموه، چه کسی دیگره که مال یتیم را میخورن. آخوندی میان مال یتیم هم میخورن، برای جمعی و برای اول شام و برای هفتم و برای چلو گوسفند یتیم بیچاره را میکشن. حاجی آقاها و آخوندها جمع میشن و مال یتیم میخورن که بله ما 40 گرفتیم و ما 6 ماهی گرفتیم و سر سال گرفتیم. چه آخوند بخوره، چه سرپرست یتیم بخوره، چه کسی دیگر بخوره، الله تعالی میگه آتش جهنم. یک حاجی آقای میمیره، میارن از رمه حاجی آقا میکشند و میدن مردم گوشت و پلو و برنج و جمعه هست و امروز هفتمه و امروز 40 و امروز 40 حسینیه. خب مال کی را میخوری که در 40 حسینی؟ مال یتیم میخوری و جهنمه که تو میخوری. در 40 متوفا که مال یتیمها را میخورند، اینها آتش جهنمند به هر شکلی بخورند. چرا پیغمبر اسلام 7 و 40 عرض به خدمت شما هیچ نداشت. الان اینها ساخته شده ما هست. دیدیم که ما را نمیدن و یک 40 به گردن آنها انداخت، یک 7 به گردن آنها انداخت، یک 10 به گردن آنها انداخت، 8. الان اینا چقدر دارن؟
امروز 40 حضرت هست، خب مال حضرت را تقسیم کردید، اون بحث سهم دختره کوچولو را جدا کردید؟ نه، این گوسفند و گاو و این پلاو و برنج را که شما درست میکنید در 40 حضرت، از مال کیه؟ از مال حضرته، و مال حضرت با مردن دیگه تمام شد. حقش در تدفین و تجهیز بود، در ادای دیونش بود، در ادای توصیهش بود، اگر توصیه کرده. اگر نکرده دیگه حقی حضرت نداره. برای هفتم و برای چهلم و برای به اصطلاح بلوچی ما اول شام نیست، لیکن همین بعد میگیرن مجلس ترحیم میگیرن و پول یتیمها را خرج میکنن. این واقعا حرامه، حق به خور آتش جهنم می. وصیت چهلم کرده، این هم درست نیست. چرا؟ این وصیت نامشروعه. باید به فقرا بده. اگر وصیت کرده بوده که اینجا قرآن میخوانه، اگر شما دیدی قبلا هم خواندید که اگر یکی وصیت نامشروعی کرد، شما در مصرف صحیح خرج کنید. اگر وصیت کرده که پول منو بره سینمای درست کنی، شما جای سینمای درست کنی، به مدرسه بدید و بگید که خدا او را معاف کن به خاطر این وصیت و از این ثوابش بده. اگر گفته وصیت همان همینه که به فقرا و مساکین بدید، خب از وصیت او به فقرا و مساکین بدید. خب اگر گفت که جزئی از مال من برای من خرج کنید، در آن مواردی که شریعت گفته خرج کنند. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلف، به عنوان صدقه گفته خرج کنید، درسته؟ خب صدقات هم که مال فقراء و مساکین و عاملین علیها والمؤلفه قلوبهم، در این مصارف خرج کنید. وصیت هم همینه. اگر وصیت کرد که از مال من خرج کنید، نه برای سیتا، نه برای رسمی که در رسم ثواب نیست، وصیت او را تکمیل کنن. به جای اینکه 40 بکنن 50 بدن یا 35 بدن. 40 70 اینها رسما که ما تعیین کردیم. این رسمها از پیغمبر علیه السلام، از صحابه، از مجتهدین کرام اینها تایید نیستن. فقهای ما تصریح کردن که اینها بدعت. تمام فقهای احناف این مسئله را تصریح کردن، فقهای شوافی تصریح کردن که اونها رازدان دین بودن، اونها مجتهد در دین بودن و لحاظا از پیغمبر علیه السلام مرسومی نیست. خب به طور رسم ندن، همین طور بدن، به فقرا بدن، به مساکین بدن، به مساجد صرف کنن. اگر توصیه کرده بعد از مرگ من 10 میلیون شما به مسجد مکی ببرید خرج کنید، خب وصیت تو همینه. 10 میلیون بدی به فلان فقیر، 10 میلیون بدی به فلان خانقاه، 10 میلیون بدی به فلان به اصطلاح مسجد. این وصیت تو همینه. اون وصیت را تکمیل کنن، لیکن در تاریخهای رسمی نه. اگر گفته 40 بدی 40 ندن، بدن، لیکن رسم را احیا نکنن، اون ندانسته. صدقات، الله تعالی برای صدقات وقتی تعیین نکرد. ما چرا تعیین؟ همین تعیین ما خرابه. ورنه همینطور اگر کسی فقرا را میاره در خانه خودش وقت تعیین نمیکنه و چیزی میده به فقرا و مساکین و طلاب، پخته میکنه میبره یا میره به خانه، وقت تعیین نمیکنه، او هیچ عیبی نداره، جایز است، هر زمان میسر شد. وقت از طرف خود تعیین کردن که مردم رسم را احیا کردن، این رسمها کار خراب میکنه. ورنه مطلق صدقات و خیرات برای اموات ثواب دارد. خشکه بدن، بپزند و بدن، یک دکه گوشت، 1 کیلو گوشت را به فقیر بدن و قلبشون باشه که خدا ثواب این را به متوفای من برسان، به مادر من برسان، به پدر من برسان. دارد در خانه خود فقرا را دعوت میکنه، میده و قلبش این بین او و بین خدای وقت تعیین میکنه. این که ما میگیم 40 40 و ما میگیم 7،
اینا از طرف ما اختراع شدن در دین، این اختراعات را ول کنیم. وقت صدقه هر زمان میسر شد، شب، روز، جمعه، غیر جمعه، این در راه خدا بدید. یا نگه که خب امروز فقیر میخواهد پنجشنبه ندیم که فردا جمعه میدیم. خب اینه که خدا نگفته. در راه خدا هر زمانی، هر وقتی، هر شبی که خدا به انسان داد ایصال ثواب کنه. تقریبا همه ائمه اعتقاد دارن که ایصال ثواب مالی به میت میرسه. زمان من آوردم برای شما دلایلی گفتم. خب ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ببین ظلما بود قرآن. اگر کسی برای یتیم کار میکنه، بدگری میکنه، چوپانی میکنه، عرض به خدمت شما کارگر برای یتیم سرا را میبنده، خانه او را درست میکنه، خب کارگر میخوره دیگه، مال یتیمه، لیکن ظلما نمیخوره، عدلا میخوره. قرآن گفت ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، خدا نجات بده، از خدا پناه بده. همین رسمی میبود، جماعی بود دیگه. واقعی نماز از مال همین یتیمه ها درست میکردن جماعی و آخونده ها با متعلقین خودشون جمع میشدن، یتیمه را حتی نمیدادن چلبیکی و اون زمان قدیم هر که به عرف خودش حرف میزنه. خود یتیم بیچاره گریه میکنه، بشقابی برین جلوش نمیگذارن، تکه گوش جلوش نمیگذارن و جمع میشن اطرافی ها میخورن. این که ظلمش که صدقه ای نشه. ها بله رسمه، این رسم کنار بگذاره. از مال یتیم انسان پرهیز کنه، ظلما نخوره. اگر کسی به خاطر آمده به خانه یتیمه حالا سرپرستی میکنه، یتیمه هم خوشحال شدن، حالا یک استکان چایی یا مثلا بشقابی از غذای آنها بیارن، پیش ابو بگذارن، پیش دیگه خویشاوندی بگذارن برای دیدن آمده. این که ظلما خورده نشد. اونی که به یتیم ضربه بزنه، یتیم و بیچاره را هیچی ندیم شما بخورید، این نه. باید انسان خیلی احتیاط کنه در بار مال یتیم. خیلی سخت خدا میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما تو انما ياكلون في بطونهم نارا، اینها در شکم خود آتش جهنم را میخورن. این آتش مال یتیم پردای قیامت به صورت آتشی از شکم اینها زبانه میکشه. خیلی باید احتیاط کنه. انسان باید در حذر شد. و سیصلون سعیرا، و توی جهنم داخل میشه. در انجام اینها توی جهنم میشه. خب در این حکم ششم دستور داد که مردان هم از ما ترک الوالدان و الاقربون سهم دارن، زنان هم سهم دارن. در این حکم هفتم بیان سهم ورثای ذوی الفروض بیان میشه. گوش کنید سروران گرامی، این میراث نصف علم است و خدا در یک رکوعی کامل نه، در قسمتی از رکوع این ورثا را میراث را تقسیم کرده و اون تشریح و توضیح هر انسانی که میمیره ورثایش متفاوته به چه کیفیتی. لذا من به اکتفا به ترجمه آیات میکنم، زیاد تشریح سراجی هست و ابیات میراثی هست و لذا قوانین و مقرراتی هست. آنهایی که نخواندند و نمیدانند گیج نشن. فقط من به اندازه فهم آیه همون اندازه حرف میزنم. حالا این ورثه که میراث میبرند از متوفا، دو نوع ورثه هست، ذوی الفروض و عصبه و بعد ذوی الارحام. سهم آنهایی که مشخصه میبرند، هرچی میماند
اونها میشوند مال عصبه. اونجا قانونه عصبه، اولاد عصبه میشن او پدر عصبه میشه و گاهی اگر اینها نباشن امو عصبه میشه، اینها نباشن ابو زاده عصبه میشه. به هر حال طولانیش نمی کنیم. حالا فرض میکنیم نام احمد آمده اینجا، شما اون احمد بیچاره نگاه نکنید و خودش یتیمیه. احمد متوفا شد، بچه های احمد دختر و پسرن، یا تنها پسرن یا تنها دخترن یا دختر و پسرن. حالا میراث اولاده، تنها پسرن، دختر و پسرن یا تنها دخترن. تنها دخترن یکیه یا بیشتر از یکی هستن. حالا فرضیه اینه که الله سبحانه و تعالی قانون اشتراک را ذکر میکنه. اگر تنها پسرن خب اینها میشوند عصبه، مساوی سهم میبرن. حالا مادرشون یکیه، مادرشون متعدده، هر یکی از یک مادره، درباره اولاد فرقی نیست. از یک مادرن این اولاد یا این اولاد احمد که متوفا هست از مادرهای متعددن، دو تا پسر و دختر از یک مادر، دو تا از مادر دیگر، دو تا از مادر دیگر، لیکن درباره پدر میراثشون برابره. 4 تا فرزند دارد، 2 تا پسر 2 تا دختر از 4 تا زن، 4 فرزند از 4 تا زن. خب اینها نسبت به پدر که فرزندن هیچ فرقی ندارن، یا از یک مادرن یا از 2 تا مادرن، فرقی ندارن. چون پدر دیگه، پدر که مرد که در باب میراث خواهر و برادر برابرن. اونجا قانون اینه که للذکر مثل حظ الانثیین، به پسر 2 برابر، به دختر 1 برابر. حالا 4 تا فرزند ماند از احمد، 2 دختر 2 تا پسر. خب 2 تا دختر 1 پسری حساب میشه. کل مال بین اینها طوری تقسیم میشه ذوی الفروض سهم خود را میبرن، مادرها سهم خود را میبرن، پدران سهم خود را میبرن. اینجا للذکر مثل حظ الانثیین، مال را 3 قسمت میکنیم بعد از اینکه ذوی الفروض سهم خود را بردن. 1 سهم مال 2 تا دختر و هر سهم مال پسرها میشه. این در صورتی که پسر دختر و پسر میگذارن. اگر تنها پسر گذاشت، هیچ دختر نداره، 3 تا پسر داره، از 3 تا خانم، از یکیه، کار نداریم، خب اونها مساوی سهم خود را میبرن. بعد از اینکه ذوی الفروض سهم خود را میبرن، مثلا والدین هستن، زن این متوفا، اینها سهم خود را میبرن، باقی مانده مال تعلق میگیره به این 3 تا پسر، بین اینها مساوی تقسیم میشه. خب اگر حضرت میمیره و فقط 1 دختری میگذاره، خب 1 دختر نصف مال را میبره. پدر هم سهمی دارد میبره، مادر هم سهمی دارد میبره، زن هم سهمی دارد، زنان هم سهمی دارد میبرد، نصف دختر. و اگر از 1 دختر بیشتر، 2 تا دختر یا بیشتر دارد، تو 2/3 مال را میبرن دخترها و باقی ذوی الفروض هم سهم خود را میبرن. و اگر چیزی ماند به عصبه میرسه. حالا بیان یوصیکم الله فی اولادکم، توصیه می کند خدا شما را نسبت به اولاد شما. صورت اول حالت اختلاط هست، یعنی دختر و پسران. للذکر مثل حظ الانثیین، تنها پسران که خب بعد از اینکه ذوی الفروض سهم خود را میبره، اینها عصبان، مال به پسرها تعلق میگیرد. برای ذکر مثل سهم 2 تا دختر است. خب اگر تنها دخترن، فإن كن نساء فوق 2، اگر این اولاد متوفا فقط دخترن بالای 2، این بالای 2 اشاره کرد که 2 هم در همین حکمه. این برای ترقی و بالغه هست، مبالغه هست، نه احتراز. اگر 2 هم 2 ثلث میبرن، اگر بالا از 2 هم 2 ثلث میبرن.
فلهن ثلث ما ترک، پس برای این دخترها 2 باشن یا بیشتر از 2 باشن، پس برای 2 هم 2 ثلثه، بیشتر از 2 باشن هم 2 ثلثه. 2 ثلث ما ترکه، 2/3 مال را که پدر گذاشته یا مادر گذاشته و رفته. خب و این کانت واحدت، اگر یک دختریه تو فلها نصف، و نصف مال به اون دختر تعلق میگیرد، پدرش بمیرد یا مادرش بمیرد. خب این صورت اولاد اینطور میراث میبرن. انفراد هستن، اگر پسرن یک پسریه یا بیشترن خب مساوی سهم میبرن. خب اینها عصبان ذوی الفروض سهم خود را میبرن، مال دیگه به پسران میرسه. و اگر دختر و پسرن للذکر مثل حظ الانثیین، و اگر تنها دخترن یکیه نصف مال را میبره، 2 هم یا از 2 بیشترن 2/3 مال را میبره. خب حالا اگر احمد فوت میکند والدین او هست، هر یک از پدر و مادر 1/6 مگیر بود. ولی ابوی صورت اول برای ابوی متوفا، برای هر یکی از آنها سدس هست از آن که این متوفا ترک داده، به شرطی که برای این متوفا فرزندی باشد. حالا یک پدری یک فرزندی فوت میکنه، هیچ اولاد نداره، سرمایه داره، عروسی کرده یا نکرده، فوت میکند. خب فرزند ان کان له ولد، فرزند داشته باشد، به والدین 1/6 گیره، 1/6 به پدر، 1/6 به مادر، به شرطی که این شخصی که فوت کرده فرزند متوفا دارای ولد است. حالا ولدش یکیه یا بیشتره، مذکره یا مؤنثه، لفظ ولد عامه. حالا مثلا احمد فوت کرد، یک دختری دارد یا یک پسری یا بیشتر از یک دختر و پسر دارد، والدینش زنده هستند، به هر یکی از والدین 1/6 گیر میره، چون یک فرزندی داره یا بیشتر از یک فرزند داره. خب اگر نداشته باشه فإن لم یکن له ولد، این صورت دومه. احمد فوت کرد، هیچ فرزند نداره، والدین او زنده هستند، این صورت دوم. اگر نباشد برای او ولد تو ورثه ابواه، پس پدر و مادر میراث این را میبرن. برادر و خواهر هم نداشته باشه، فقط همین یک فرزند بوده، مرد، والدین او ماندن، نه خودش فرزند دارد، نه خواهر دارد، نه برادر دارد، کل میراث تعلق میگیرد به پدر و مادر. ورثه ابواه، لیکن اینجا مادر 1/3 میبره، باقی 2 قسمت مال پدر میشه. میراث به مادر و پدر تعلق میگیره، لحاظا 1/3 به مادر میرسه، 2/3 مال پدره. فرضیه همینه که احمد نه اولاد دارد خودش و نه خواهر و برادر. خب اگر او بیشتر خواهر یا یک برادری مادر به مادر میرسه، ها اگر خواهر و برادر بیشتری دارد، گوش خواهر و برادر بیشتری دارد از یکی، فإن کان له اخوتون گفت اگر یک خواهری داشته باشد یا یک برادری داشته باشد، همین صورته که پدر و مادر میراث او را میبرند و لحاظا به پدر 1/3 مال مادر، 2/3 مال پدره، در صورتی که فقط یک خواهری یک برادری داشته باشد. حالا احمد وفات کرده، فرزند هم نداره، خواهر و برادر دارد، 2 خواهر یا 2 برادر بیشتر دارد. ان کان له اخوة فلأمه السدس، به مادر 1/6 میرسه و 5 سهم دیگر مال پدر میشن و به برادرها هم هیچ گیر نمیاد، به خواهر و برادرها هیچ گیر نمیاد. این همینه میگن، خودشان هم نمیبرن و مادر را از 1/3
به یک ششم میبرن، خیلی کم میشه سهم مادر، لیکن 5 سهم مال پدره. 5 سهم مال حکمت رب العالمین اینه که خب فردا که این پدر میمیره این همه مال میمانه برای همون خواهر و برادر، مال میمانه برای خواهر و برادر، در حال حاضر که نمیبره. یک خواهری دارد یا یک برادری، خب میراث مال پدر هست، مال مادره، به مادر 1/3 گیر میاد، 2/3 مال پدرش میشه. لیکن اگر خواهر و برادرهای زیاد از یکی بیشتر، انکان له اخوتون جمع بیشترن، تو لحاظا 1/6 به مادر میرسه و 5 سهم دیگر مال پدر میشه. زمانی که فرسن اگر زنی داشته باشد زن که میراث که میبره، زن اگر داشت، زنی ندارد همینه، اگر زن هست زن میراث که میبره. فرضیه ما همون روی احمده. خب بچه ندارد، وقتی که بچه ندارد میراث، اگر یک خواهری داشته باشد یک برادری داشته باشد به مادر 1/3 گیر میاد، 2/3 مال پدرش. اگر برادر و خواهرش زیاد است به مادر 1/6 میرسه، 5 قسمت دیگر مال پدرش میشه. این هم بعد از وصیت که وصیت به آن کرده است و بعد از ده من عرض کردم ترکه اول تجهیز و تدفین میشه، دیونش ادا میشن. اگر تمام مال متوفا در برابر دین بره باید بده، بعد وصیتش هم تکمیل میشه. اینها را در میارم، بعد میراث تقسیم میشه. من بعد وصیت یوصی بها او دین، اگر که در ذکر وصیت مقدمه دین مؤخره، لیکن ترتیب در ادا دین مقدمه، اول دیون را ادا میشه. این احسان رب العالمین بوده. بیچاره این همه مال جمع کرده و الان دین به گردنشه دیگه، برای ورثه اگر نمان کل مال در برابر دیونش رفتن بدن دینش ادا کنه. بعد وصیته. چرا در ترتیب اینجا اجماع امته من بعد وصیت یوصی بها او دین اینه ذکر کرده که وصیت به خاطر اهتمامه، وصیت طالبی ندارد، وصیت طالبی ندارد. مسجد مکی نمیاد که وصیت شده برای من بدید. اون اولیاء خبر دارن، اگر قرآن تاکید میکند من بعد وصیت یوصی بها او دین، این خاطر الله تعالی به خاطر اهتمام که وصیت را شما دست کم نگیرید. وصیت هم اهتمام دارد. وقتی متوفا توصیه کرده توصیه را اول ادا کنید، بعد میراث را تقسیم. وصیت کرده 10 میلیون بدید، لیکن دارد 100 میلیون، 100 میلیون پول داره. خب اول 10 میلیون هم میدی، دیون داره دیونش اول میدی. دیگه ترتیب همینه که من دارم عرض میکنم بفهمید، که بیشتر تکرار نمیکنم. من بعد وصیت یوصی بها او دین، باز الله تعالی میگه تقسیم من کردم، به پدر سهم دادم، به مادر سهم دادم، به اولاد سهم دادم و شما دیگه حق دخالت ندارید. اون عرب ها تقسیم میراث روی منافع بود. جواب گفتم برادر چون میتواند انتقام بگیره لحظا اونم میدادم، بچه کوچکر نمیدادم، زنانا کسلا نمیدادم. الله تعالی میگه تقسیم من کردم آباؤکم و ابناؤکم، پدران شما و بچه های شما، یعنی اصول و فروع شما نمیدانید کدام یکی قریب‌تره برای شما برای نفرسانی. این فریضتا من الله فرض، الله تعالی فرض کرده. فریضتا من الله مفعول مطلق، فرض الله فریضتا، این فرض از طرف خدای، این تقسیم. لذا شما حق سرا ندارید. ان الله کان علیما حکیما، الله تعالی دانا هم است، حکیم هم است. لذا حکیم و دانا تقسیم کرده، شما حق سرا ندارید. نه مادر حق چرا دارد که چرا من به 1/6 رفتم، من به 1/3 رفتم.
من برای بچه بیشتر زحمت کشیدم، پدرش هیچ کاری نکرده. الله تعالی میگه حق چرا نداری؟ فریضة من الله. خب حالا حضرت فوت کرده، زنی داره، زن از دو حالت خالی بود، بچه ای دارد یا نه. اگر بچه ای دارد، ان کان لهن ولد، تو به شوهر 1/4 مال زن گیری. حالا فرضیه این احمد فوت کرد، زن دارد، نه زنش فوت کرد، صورت اول مال میراث مرد. حالا مرد از زن و زن از مرد میراث میبره، هر یکی دو حالت بیشتر نداره. حالا فرضیه اینه که احمد زنش فوت کرد، زنش هم یک زن ثروتمند و پولداریه. حالا این زن فرزندی دارد یا ندارد؟ اگر فرزندی دارد از احمد یا از شوهری دیگر، دارد یک فرزنده از احمد این فرزند یا از شوهری دیگره، تو احمد 1/4 مال خانه. و اگر این زن فوت کرد دارای فرزند نیست، نه فرزندی از احمد داره و نه فرزندی از شوهری دیگر، این زن بدون فرزنده، نصف مال این زن را که 50 میلیون مهریه گرفته و 50 میلیون طلا دارد، نصف مال این زن متوفا مال احمد. اگر فرزندی دارد 1/4 مالش، و اگر فرزندی ندارد نصف مال به احمد تعلق شوهر. اگر که در ایام نامزدی هم باشه، ایجاب و قبول شد، زوجیت ثابت میشه، در ایام نامزدی هم بمیره، نصف مالش میشه. مهری که برای او تعیین کرده به گردن اینه، مهر میگیره، نصف مهر بی تعلق میگیره. حالا دیگه هیچ چیز نداشته این زن، مهری به گردن این شوهره، نصف مهر مال این میشه در صورتی که فرزندی نداره. و در صورتی که فرزند داشته باشه 1/4، 50 میلیون مهرش بوده، 1/4 مال اینه، باقی دیگر باید به فرزندان او تعلق میگیره، به والدین او تعلق میگیره، میتونه مهر بگیره. مهر هم اون دیونی هست که از دیگه میراث مقدم. مردک مرد، مهر زن به گردنشه، باید اول مهر زن را بدن، بعد به زن میراث هم بدن. ولکم، و برای شما مردان نصف آن چیزی هست که زنان شما میگذارند، اگر برای اون زنان فرزند نباشد، چه از شما چه هیچ فرزند نداره، ولد عام مذکر مؤنثه، و اگر باشد برای اون زنانی که مردن ولد، چه از شما باشد چه از شوهران دیگر، تو فلکم الربع، برای شما 1/4 از آن که زنان میگذارند. این هم من بعد وصیت یوصین بها، بعد از اینکه وصیت زن را تکمیل کنند زنان را، یا دینی به گردن زن اداش کنند. خب مرد بمیره زن بمانه، مرد بچه دارد یا ندارد؟ اگر بچه ندارد و مرد، 1/4 مال تعلق به زن میگیره، 1/4 مال تعلق به زن میگیره. و اگر مرد بچه دارد، چه از همین زن که در عقدش هست یا نامزدشه، یا چه از زنان دیگر، بله بچه دارد این مرد، تو به زن 1/8 میدی. در ذهن بلوچای ما 8 که حالا که برای زنی که شوهرش بچه ندارد، اصلا دارای ولد نیست، 1/4. و برای اون زنان هست 1/4 از آنچه که شما مردان میگذارید. اگر نباشد برای شما مردان ولد، پس اگر باشد برای شما ولد، پس زن 1/8 گیر میاد از آنچه که شما ترک میدید. اینم بعد از وصیتی که شما وصیت کردید و بعد از دیون شما. اول دیون داده میشن، بعد وصیت تکمیل میشه، بعد میراث تقسیم میشه، از آنچه مانده 1/8 بزنید. امروز
این آیات الهی را اصلا مردم توجه خصوصا بلوچ فارسا خوب رعایت میکنه. هر انسان وقتی بمیره میراثش تقسیم میشه، بعد از مرگ باید میراثش تقسیم میشه، به صاحبان حق داده میشه. و ان کان رجل یورث کلالة، حالا یک شخصی میمیره، والدین زنده نیست، پدرش زنده نیست، جدش هم زنده نیست، بچه هم نداره، این رجل را میگن کلاله. چی میگن؟ کلاله. کلاله به اون مرد میگن و به اون زن میگن که نه والدینش زنده هست و نه اولاد دارد. حالا خواهر و برادر دارد. چه دارد؟ حالا خواهر و برادر به سه نوع هستند. خواهر و برادر از مادر دارد، پدرشون کسی دیگر. این خواهر و برادرها را خیفی و اخیافی میگن. و خواهر و برادر عینی دارد که از پدر و مادر یکی هست، اینها را عینی میگن. خواهر و برادر دارد علی، از پدر خواهر و برادر. حالا این غلام الله خواهر و برادر عینی هم دارد که از مادر و پدرش هستند و خواهر و برادر علی دارد که خواهر و برادر از پدر هم مادرشون کسی دیگه. خدای نکرد خیفی ندارد، غلام الله قسمتش تمام شد، مال و ثروتش تعلق میگیرند به خواهر و برادرای عینیش، اون علیها را هیچی بود. اگر خیفی می داشت که نداشت، تنها از مادرش بود، تو لحاظا به اونها یک ششم گیر میاد. اگر از یکی بیشتر باشه و اگر یکی می بود یک ششم گیرش می آمد و اگر از یکی بیشتر می بودن یک سوم بین آنها مشترک می. خواهر و برادرهای عینی اگر نمی داشت علی می داشت که علی دارد، پس در صورتی که خواهر و برادرهای عینی داشته باشد به علی ها گیر نمی آید، فقط عینی ها می برد، علی ها محرومند. اگر خیفی می داشت، اینجا بحث برادر و خواهران خیفی هست که از مادرش. حالا فرض کردیم که یک خواهری یک برادر خیفی از مادر می داشت، پدرش کسی دیگر، تو اونجا میراث یک ششم مال و اگر یک خواهری یک برادری می داشت خیفی از مادر او می برد، باقی را اون خواهر و برادرهای عینی می بردن. اگر عینی نداشت علی می بردن. بحث خواهر و برادرهای عینی و علی در آخر سوره، اینجا بحث خواهر و برادرهای خیفی. اگر یکیه، اگر باشد رجل که میراث کرده شده است، یورث صفت برای رجل، او امرأتون یا زن که خواهر و برادر ندارد، که پدر و مادر ندارد، اولاد ندارد، رجلی که میراث کرده شده است، کلاله است، یا زن که میراث کرده شده است، تورث اینه که میراث گذاشته، خودش موروث شده، وارث برای او پیدا شده. کلاله هست، کلاله یعنی اولاد هم ندارد، والدین هم ندارد. وله اخون، برای این شخص کلاله یا زن کلاله یک برادری هست یا یک خواهری خیفی. اینجا من الام بعضی ها گفتن، ابن عباس گفته تو پس برای هر یکی یک خواهر خیفیه یا یک برادر خیفیه یک ششم، یک خواهری دارد یک ششم را میبرد، یک برادری دارد خیفی یک ششم را میبرد. و اگر این خواهر و برادرهای خیفی بیشترن عزیز، مثلا دو تا برادر خیفی هست، دو تا خواهر خیفی هست، یک خواهر و برادر خیفی 3-4 تا دارد، تو فهم شرکا و فی الثلث،
همه آنها شریک میشن در یک سوم. برادر سهمی رسه به خواهر و برادر خیفی که از مادر است. بعد از وصیتی که توصیه شده به آنها بعد از او غیر مضار غیر ضرر دهنده باشن کسی را از ورثه. دیگه لحاظا میراث الله تعالی میگه غیر مضار، در حالی که غیر ضرر دهنده باشن. این هم وصیت من الله، توصیه از خدا شد. والله علیم حلیم، الله تعالی دانا هست در ندادن و در دادن. بکی میدهد بکی نمیدهد. یعنی خواهر و برادر خیفی که از مادرند با موجودگی خواهر و برادران عینی و علی محروم نمیشه، میراث خود را میبره. چه خداییه؟ خواهر و برادر خیفی میراث میبره. اگر چه خواهر و برادران عینی هم داشته باشه، مثلا خواهر و برادر خیفی میراث خود را برد، یکی یک ششم میبره خواهر یا برادره، اگر از یکی بیشتر هم یک سوم بین آنها تقسیم میشه. باقی خواهران برادران عینی میبرن. لذکر مثل حظ الانثیین است اینجا قانون. خواهر عینی، دو خواهر عینی یک برادر عینی حساب میشه. در آخر سوره بحثش میشه. لیکن در موجودگی خواهران عینی و علی در صورت خواهران عینی موجودند و برادران عینی موجودند، برادران علی محروم. لیکن خواهران و برادران خیفی اصلا محروم نمیشن. این تقسیم رب العالمین. حالا فرضیه همینه، غلام الله حالا فرضیه برادر و خواهر علی دارد، فرضاً بکنیم که خیفی هم داشته باشه، تنها از مادرش هستن، اونها سهم میبرن، این سهم همونها یکی یک ششم میبره، دو تا هم رو بیشتر یک سوم میبره، باقی مانده میراثش مال خواهر و برادران عینیه. علی ها را نمیده. در صورتی که عینی باشن به علی نمیده خدا که خداییه. لیکن به هیچ صورت در صورت کلاله همین نمیگه، خیفی محروم نیست. اگر عینی ندارد علی دارد پس علی ها هم میبرن. فرض کنیم که غلام الله از مادرش تنهایه، خواهر و برادر خیفی هم دارد، خواهر و برادر علی هم دارد. خب خیفی ها سهم خود را میبرند، باقی مال به علی ها میبرند. لذکر مثل حظ الانثیین. عینی ندارد دیگه تکه. خدای اینجا چقدر اهمیت قائل شده برای خواهر و برادر خیفی، به هیچ صورت محروم نمیشه. چه عینی باشند چه علی باشند، عینی و علی دوتا باشند، خیفی محروم نیست. لیکن در موجودگی خواهر و برادر عینی، خواهر و برادر علی محرومه. بشی چیز نیست. اونها عصبه هست، اینا ذوی الفروض هست. ذوی الفروض سهم کسر. تلک حدود الله، اینها مقررات و قانون الهی است. هر که اطاعت کرد و رسول الله و رسولش را در این حدود و مقررات داخل میکنن، خدا آنها را در باغها جاری از زیر آنها نهرها همیشه میمونن تو نها. و این فوز عظیم است. شما حدود الهی را رعایت کنید. حق چرا کسی ندارد. خواهر و برادر خیفی میراث میبرن، خواهر و برادر علی محرومن. شما حق چرا ندارد. حدود الهی را رعایت. و من یعص الله و رسوله، تخویف اخروی، هر که نافرمانی کرد خدا و رسولش را و تجاوز کرد از حدود الهی، یعنی اصلا اعتقاد به قانون الهی ندارد، تو خدا او را داخل میکنه توی جهنم برای همیشه و برای او عذاب مهین است. خیلی تهدید بزرگیه.
شما حدود و مقررات من رعایت نکردی. الله تعالی میگه عذاب خالدن هست. اگر اعتقاد به قانون خدا ندارد که کافره و کافر همیشه تو جهنم میره، و اگر اعتقاد دارد و عمل نمی کند، تو لحاظا الان باور کنی الان اکثر این بلوچها حتی اعتقاد هم ندارد، بقدر غفلت حق نمیده، خصوصا به خواهر و برادر خیفی که اصلا هیچ چیزی حسابش نمی کنن. الی را تو هنوز شاید یک چیزی حساب بکنن، حالا که خدا خیفی را حساب کرده، الی را در موجودگی عینی اصلا چیزی حساب نکرده. حکم هشتم، در حکم هفتم بحث میراث بود، در حکم هشتم الله سبحانه و تعالی میگه به زنان میراث هم بدی، به مردان هم میراث بدی. اگر زنان یا مردان خیانت کردن، حکم من خدا را بر آنها هم نافذ. میراث هم بدی، قانون منه. و اگر زنان تجاوز کردن و رفتن میراث گرفتند و نعوذ بالله زنا کردن، حکم منه برای اینها نافذ. اول که حکم رجم و حکم جلد نآمده بود، زنان بدکار زندان کنید تا بمیرن یا برای آنها خدا حکم نازل کند. به این خاطر میگن الان زندان نیست، الان هم از دو کار خالی نیست. عروسی کرده رجمش میکنیم و اگر نکرده 100 ضربه شلاقش میکنیم. آن زنانی که مرتکب فاحشه شدن از زنان شما، شعبه سوم از باب اصلاح ازواج هست. فاستشهدوا علیهن 4 منکم، گواه کنید بر آنها 4 از خودشان، از خودتان، یعنی مسلمان عاقل بالغ مرد. در باب زنا گواهی زن اعتبار ندارد، در باب زنا گواهی مرد اعتبار، هم مسلمان باشن، هم عاقل باشن، هم بالغ باشن. پس اگر این 4 مرد گواهی زنای زنان را دادن، تو پس به حکم حاکم اینها را زندان کنید. الان مولانا حسین علی سیاستاً میگه، لیکن باقی هم میگن نه حکم زندان. مولانا میگه من اونا همه آیات را توجیه میکنن، میگه شما زندانش کنید سیاستاً در خانه ها تا اینکه موت کار آنها را تمام بکند، حتی یتوفاهن الموت، یا قرار بدهد خدا برای آنها راه دیگر. که پیغمبر علیه السلام وقتی دستور جلد آمد و رجم آمد، فرمود که بیایی این دستور را از من برای آنها راه پیدا کرده. ازدواج کردن، زنا کردن، رجمشون کنید. 4 گواه ثابت شد. اگر ازدواج نکردن، قبل از ازدواج زنا کردن، تو اینها را ضربه شلاق بزنید. 100 جلده، الزانیة و الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، 100 ضربه شلاق. واللذان یاتیانها منکم، این بیان لباست عند الباس هست. و بعضی میگن تعمیم بعد از تخصیص عند الجمهور. حالا اون 2 مرد که با هم نعوذ بالله تجاوز کنن، برای اینها اذیت کنید. اینها امام ابو حنیفه حکم سختری برای اینها بیان، اینها را زیر دیوار بیاندازید، مردن فبها، نمردن نجات. خاطی میگه اینا رو ببرید از بالای دیوار. به هر حال اینها را اذیت و آزار کنید تا که به مرتبه مرتکب جنایت نشد. و بعضی میگن نه، از اللذان مراد زن و مرد، آنهایی که یاتیانها مرتکب این فاحشه شدن، مرد با مرد، از شما تو اذیت و آزار کنید آنها را.
اذیت و آزار بعضی همه اجرای حدود است. قبل از ازدواج این عمل را مرتکب شدن ضربه شلاقشون میزنی، بعد رد میشون. اگر توبه کردن بعد از ایثار رسانی و اصلاح کردن در آینده تو شما از آنها اعراض کنید، یعنی بعد از ایثار رسانی دیگه و بعد از تعذیب کردن آنها دیگه ملامتشون نکنید. ان الله کان توابا رحیما، الله تعالی توبه پذیر و مهربان است. ترغیب توبه داد که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء، توبه پذیری به عهده خدا است تفضلا، پذیرش توبه به عهده خدا است تفضلا برای اون گناهگارانی که عمل سو را، گناه صغیره یا کبیره را انجام میدن به جهالت از حماقت. این قید احترازی نیست، هر گناه جهالت، هر گناه جهالت است. به جهالتین از حماقت این عمل را انجام میدن، ثم یتوبون، دیگه استمرار بر گناه ندارن، توبه میکنن از قریب قبل از مرگ. وقتی مرد دیگه توبه پذیرفته نمیشه. من قریب یعنی قبل از حضور موت، این قریبه. فاولئک، این انسان ها یتوب الله علیهم، خدا بر آنها رجوع میکنه. توبه شرایط سروران گرامی سه هستند، یا چهار انگه حقوق عباد باشند. انسان بر عمل زشت گذشته نادم میشه، در حال حاضر او را ترک بده، بر آن عملی که انجام داده نادم و پشیمان بشه، در حال حاضر ترک بده و تصمیم قطعی بگیرد که من دو مرتبه این عمل زشت را، گناه را انجام نمیده. این سه شرایط، اگر حق بنده ای را آنجا ضایع کرده، مال کسی را تلف کرده، در عرض کسی آبروریزی به احترامی کرده، از او معذرت خواهی. اون گناهی که حق او تلف شده و او ادا کردنیه. اگر نعوذ بالله عمل بی‌عفتی از او انجام گرفته، تو ندامت و توبه و تصمیم قطعی برای آینده و لحاظا دیگه ستاری کنم خود را. نعوذ بالله نره بگه که یکی را که من حق تو را تلف کردن، نعوذ بالله با زن تو یا با دختر تو، این چیز که نمیگن که بره ادای حق کنو، معذرت خواهی. اون دیگه همون ندامت و پشیمانی بین خدا. دیگه مالی حق مالی کسی را ضایع کرده، یا از اون حق تحلی بگیره، به اصطلاح معذرت خواهی بکنه، او را بگه حق خود را معاف کن. بر آبروی کسی را آبروریز کرده، زده، ضرب کرده، حرف بدی گفته، زشتی گفته، فحشی داده، ناسزایی گفته، از او معذرت خواهی کنه. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم، بر اینها خدا رجوع میکنه. و کان الله علیما حکیما، الله تعالی دانا است که کسی از سنین قبل توبه کرده است، حکیم است که فوراً الله تعالی رسوا نمی کند، مهلت توبه می دهد. و نیست پذیرش توبه، لیست توبه برای آنهایی که عمل سو می کنند، یا عملون سیئات، اعمال زشت انجام میدن، حتی اذا حضر احدهم الموت، تا اینکه برای یکی از آنها مرگ میآید، یعنی تا آمدن ملک الموت اینها از گناه دست بردار نیستن، توبه نمیکنن. قال الان که ملک الموت را دیده میگه انی تبت الان، من الان توبه دارم از گناهایی که غیر کفر و شرک باشن، لحظا دیگه الله تعالی میگه از اینها توبه پذیرفتن نمیشه. و نه از آنهایی که میمیرن در حالی که کافرن، در حالی که کافرن بعد از کفر مرگ توبه کنه، توبه شب پذیرفته. آنهایی که میمیرن در حال کفر توبه آنها هم پذیرفته نیست. و آنهایی که تا آمدن مرگ از گناه توبه من نمی کنن، حالا که مرگ آمده توبه می کند، باز هم توبهش پذیرفته نیست، که غرغره شروع میشه. توبه آنها پذیرفته نیست، لیست توبه.
ایمان و توبه یاد قبول است نبا. ملک الموت که آمده با گرزها شروع کرده و الان برای متوفا ظاهر توبه اون لحظه پذیرفته نیست. حالا یک انسانی مریضه، یک انسانی از زندگی ناامیده، توبه کند، ایمان بیارد، توبه و ایمان یا ناامیدی، از زندگی ناامیده. دکترها گفتن دیگه کلیه کار نمی کند، مرض سرطان هم گرفته، شدید تمام بدنش فلج کرده، این از زندگی ناامید شده، حالا ایمان بیارد هم قبوله، توبه کند هم قبوله. ایمان باز همونه که عذاب الهی، فرشته قبض روح آمده گرز میزنه، نفسش هم آمده به سینه، الان توبه کند از کفر یا توبه کند از گناه پذیرفته نیست. جا نوشته شده توبه و ایمان یاس قبول است نفع. و این همون ایمان بعثه که موقع فرشته میاد اذا حضره الموت، یعنی مامور موت میآید. الان میگه من توبه میکنم و نه برای آنهایی که میمیرن در حالی که کافرن. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ما برای اینها عذاب علیم آماده کردیم. خب حکم نهو ببینید، عربها و در قدیم در بلوچها و در همین نزدیکها در افغانها برادر مرد، زن برادر میراث، اگر خودش نگیره این جای دیگه عقل. الله تعالی در این حکم نهم بیان میکند که مال میراث میشه، زن میراث نمیشه. ها اگر به خوشی زن برادر متوفای شما را عقد کرد مسئله نیست، نه شما اعتبار کنید که حتما باید من بگیری، نشار به اصطلاح ما بلوچه نشار گیری نیست، جبر نیست، زن میراث نمیشه. و اگر زن حاضر نشد با اولیاء شوهر متوفا ازدواج کند، هیچ کسی بر زن اجبار نمیتونه بکنه، هم مهرش باید بدن هم میراث باید بدن و او از هیچ کسی با اولیاء شوهر متوفا ازدواج نکند، کسی هم بر او جبر نکنه. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها، حلال نیست برای شما که شما میراث بگیرید زن را جبران کرهن. خان راضیه با شوهر، با برادر شوهر متوفا، با عمو شوهر متوفا با کسی دیگر ازدواج کنه مسئله نیست. ولا تعذلوهن، مانع نباشید این زنان را. نتیجه اینه که شما ببرید بعض آنچه را که به آنها دادید. این بیچاره را نمیگذار خب وقتی میخوای بری دیگه جای ازدواج کنی، این مغازه که میراث بردی پس بده، نمیگذاری ازدواج کنه. بیچاره با تمام مهری که گرفته از شوهر متوفا یا میراثی برده از شوهر متوفا به شما بده، بعد شما راضی میشید. این ظالمی نکنید، مانع نباش این زنان را بیچاره ها را از ازدواج. نتیجتا اینه که شما بردارید و ببرید بعض آنچه را که شما یا اولیاء شما که متوفا باشد دو دادید. ها الا ان یاتین بفاحشة مبینه، اگر او مرتکب شد به یک فاحشه مبینه، بدخلقی و نافرمانی شوهر مقصوده، او اطاعت از شوهر نمی کنه، اون مسئله خلع می آید، نافرمان شوهره، اطاعت از شوهر نمی کنه، حالا شما از او چیزی بگیری مسئله نیست و او را از شوهر طلاق بدید. این الا ان یاتین بفاحشة مبینه، بدخلقی و نافرمانی شوهر مقصوده که شوهر زنده را این نافرمانی کرد و اطاعت نکرد. حالا اگر شما از او بعض ما آتیتموهن را بگیرید و او را طلاق بده شوهر، که همون صورت خلع است یا طلاق بالمال است، این استثناء. دیگه زنی که میراث گرفته و همه کاراش کرده یا با شما مثلا بد اخلاقی میکنه، در سرا شریکه و دیگر ورثه را حق نمیده، یک هشتم سرا مال اوه،
7 قسمتش مال دیگرانه، همه را زیر زده. لذا شما طبق قانون مقرر با او برخورد کنید، حق خود را بگیرید. سهن او یک هشتم فرزند یا یک چهارمه، او دیگران را حق نمیده توی صراط. لذا شما بر او تنگ فشار بیارید تا حقوق صاحبان حق را بده. تو مسئله نیست. همینطور میکنن زنان نه. حالا هیچ کسی را به دور و بر سرا نمیگذارن، نه برادر نه فرزندی را. چون من اینجا تو زندگی کردم، خب تو یک هشتم سرا را حق داری. خب باید با زنان معاشرت کنید به خوبی. مردان خوشخوری، نان، بغا و لباس. و اگر شما زنی را ناپسند دانستی طبعا به اقتضای بشریت، قرآن میگه فصبروا، صبر کنید. زنی گرفتی دارای فرزند شدید یا دارای فرزند نشدید، خویشاوند شما یا خویشاوند شما نیست، شما ارتباطی با وصلت انسان ارتباط برقرار میکنه با فامیل زن، و این زن را شما طبعا طبیعت شما پسند نمیکنید یا بد اخلاقی در طبیعت او میبینید، شما پسندش ندارید. فصبروا، قرآن صبر فاستکرهوا شیئا. امکان دارد که شما ناپسند داشته باشید طبعا چیزی را و خدا برای شما در آن خیری گذاشته باشد، خیر کثیری گذاشته باشد. شاید از همین زنی که شما طبعا پسند نکنید خدا شما را فرزند صالحی بده، یا به خاطر اون نسبتی که شما از وصلت برقرار کردید از اون نسبت شما به خیری برسید. پس صبر کنید و کرده باشد خدا در آن چیز که شما پسندش ندارید خیر کثیری. حکم هشتم دهمه، اگر شما خواستید این زن را طلاق بدید، نمیخوای باش زندگی کنید، طبیعت شما پسند نمی کند، به قول سخن شیخ الاسلام یکی گفته که من تا که همه شب رخ من به دیوار باشه، و شما میخواید دیگه بیچاره را ول کنید، هر چی بهش دادید، مهر، خرج، نفقه، همه را برای او بگذارید، پس نگیرید، ولش بکنید، لیکن حق و حساب از او نگیرید. و اگر اراده کردید که استبدال زوج کنید مکان زوج، این زن را بگذارید و زن دیگر بگیرید، در حالی که شما به این زن یکی از این زنان هم مال کلانی دادید، 50-60 میلیون یک سرای در اختیار او ثبت نام کردید برای او، مهر او یک سرایه. حالا نه دوست دارید که برید پیش او و نمیتونید طلاق بدید که سرایی به دستش دادید، یک آپارتمان 70 میلیونی به اختیار او ثبت کردید و سند کردید. لذا الله تعالی میگه شما میخواید زن دیگر را و اینو ویل کنید، لذا و به او یک کنتاری، یک خرمنی طلا و نقره دادید، حالا به صورت سرا دادید یا همینطور پول دادید. ببینید از این زن نگیرید، فلا تأخذوا منه، شما نگیرید از این زن هیچ چیزی را. چرا؟ شما بنابرای این زن بیچاره را در تنگنا و فشار خود شما دوستش ندارید، او بیچاره برای که شما را در آغوش بگیره آمادگی دارد، لیکن شما با او محبت ندارید. فلا تأخذوا من، از او چیزی را نگیرید، از اون زنانی که شما خود شما میخواهید که اونها را ویل کنید، استبدال زوج کنید مکان و به آن کنتاری دادید. فلا تأخذوا منه، شما نگیرید از اون زن هیچ چیز، از اون مال هیچ چیزی را که این گرفتن شما مال، شما تبلیغات میکنید که این زن لیاقت زندگی نداره، ارزش زندگی نداره، یک تهمتی هم به بیچاره را میزنید و گناه هست، گناه آشکاره، تو خودت به او دل نداری و مال گرفتن معنی اینه که تهمتش میزنید. اتأخذونه، آیا شما این مال را میگیرید در حالی که بهتان، بدکاری، بدخلقی را، نافرمانی را میزنید. شما میگین زن ارزش زندگی ندارد، بهتانن، یعنی در حالی که شما باهتینی تهمت میزنید او را، تهمت نافرمانی، تهمت بدکاری، تهمت زشتخویی.
و در حالی که اسم مبینا شما گناهگاری ظالمی که مالی که بدون طیب خاطر از زن گرفته می شود این مال اسم مبینه. شما گناهگاری او زن بیچاره آخر اینقدر تنگش کردید و به فشارش گذاشتید که اون مال هم داد و شما را خود را از شما جدا کرد. اباد قرآن عظیم و شان وجدان اینها را متأثر میکنه که مرد حاجی آقا یک روزی که خیلی تمایل داشتی برای گرفتنش و یک لذاتی هم از او بردی، چرا فراموش میکنی؟ و کیف تأخذونه، چطور شما میگیرید این مال را از اون زن حالانکه وقد افضى بعضكم الى بعض، بعض شما به بعضی رسیده ای، شما لباس یک دیگر شده ای، محرم راز یک دیگر شده ای، تو لذاتی از او داشتی، او از تو لذاتی داشته، امروز بیچاره را حلاف کردید که هم مال بگیرید هم ویلش بکنید. حالانکه او بیچاره موقعی که راضی شد شما را شوهر پذیرو، مقصدش این نبود که بعد از 10 سال شما او را ویل کنید. او به این هدف شما را به عنوان شوهر انتخاب کرد که تا زندی تو داری و او داری با هم بگذرانید. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، او زنان گرفتند از شما یک عهد بسیار محکم، یعنی نکاح دائمی، صیغه‌ای که نبوده که تو به چشم بس ویلش کنو برو. میثاق غلیظ همون عقد دائم میگه، عهد پخته ای از شما گرفتن که تا زندگی داره با شما زندگی کنه. الان نمیخوایی بیچاره رو نگهداری کنی، میل داری که عوضش که خانم جدیدتر و مدل بالاتری و بگیری، تو هر چی دادی از اون پس نگی، بگذار به دستش. مردی سرا دادی، پول دادی، طلا دادی، لباس دادی، اساس خانه دادی، هر چی دادی بگذار برش، برو زنی دیگر بگی، اینو بیچاره را آزاد. تو نمیخواهم این همه چیز مال تو طلاق. او بیچاره یا بدون شوهر میمانه، آخر یک کسی دیگر بود تمایل پیدا میکنه. وقتی شما مال میگیرید و طلاق میدید، معنیش اینه که این زن قابل زندگی نیست. این تهمت را چرا میزنی؟ خودت نمیخواد اون را نگهداری کنی، چرا مال از اون پس میگیری؟ چرا بیچاره را اینقدر حلاف میکنید تو حاضر بشه همه چیز را بده به تو و طلاق بگیره؟ این کارها را نکنید. چرا شما یک زمان رفیق بودی، شما به یک دیگر رسیدی، اصلا الله تعالی میگه شما اجازه دارید که این زن را طلاق بدید و همه چیز که دو دادید از او پس نگیرید. این اجازه را من به شما دادم، لیکن ببینید این زنانی را که نکاحشون با شما حرامه، حق ندارید نکاح کنید. یکی آمده همینجا یک روزی به مولای گفته برای شما بزغاله ساقی هم آورده، گفته نمیدانم خواهر زادش بوده، برادر زادش بوده، گفته که من میل به او دارم، او به من میل دارم. تو مولا گفته بابا تو از کجا میگی؟ تو دیوانه ای، تو مجنونی، تو سلمانی، تو چه بلایی هستی؟ خواهر زاده میل تو را دارد و تو میل او را داری، یا برادر زاده میل تو را دارد و تو میل او را داری؟ این چیه که حرفی که تو میزنی؟ نکاح منعقد نمیشه. الله تعالی میگه زنانی بگیرید که برای شما حلالند. زنی را که پدر شما ازدواج کرده حق نداری شما ازدواج کنید. پدر ازدواج کرده مرده یا ویل کرده حالا پسر بره برای ازدواج. در عرب ها بود این نکاح را هم نکاح مکس میگه. اون انسان ها که طبیعت سالم داشته این کارا نمی کردن. پدر مرده یا پدر طلاق داده حالا همون سر پدر را این میره میگیره که به اصطلاح ما بلوچان ماتو میگه. اللہ تعالی میگه نه، زنی را که پدر شما نکاح کرد و طلاق داد ولو هم که او را دست نزده شما حق ندارید بخش. مطلقه پدر را چه پدر با اون نزدیک شده یا نشده پسر نمیتونه نکاح. پدر مرده زنش مانده، پدر تازه رفته دختری را ازدواج کرده مرد، حالا پسرش بره برای ازدواج. الله تعالی میگه نه، گذشته قبل از اسلام هرچی کرده گناه گذشته، الان حق نداری
که بدترین راه است و بدترین نکاح، همانطوری که عرب ها هم این نکاح بد می گفتن، نکاح مقت می گفتن. و اگر بچه پیدا می شد او را ممقوت و مبغوض هم می گفتن. الله تعالی میگه لا تنکحوا، این حکم یازدهم، نکاح نکنید اون زنانی را که پدران شما، پدر نکاح کرده یا جد پیروک نکاح کرده. منکوحه پدر شماه یا منکوحه بابا بزرگ شماه، حق نداری شما نکاح کنید الا ما قد سلف، مگر اون نکاحایی که گذشتن. انه کان فاحشة، این یک سخن عقلا فاحشه، خلاف عفت. جایی که پدرت نشسته یا جدش نشسته، جدت نشسته، تو بریشی، خیلی زشته. و مقتا سخن نفرت آمیز عرفان و ساء سبیلا، و بدترین راهی. جایی که پدر نشسته او به جای مادرت بوده دیگه، مقام مادرت بوده، حالا تو میری نکاح میکنی، نه هم فاحشه است، اغلب مقت هست، یعنی مبغوض، سخن نفرت آمیز عرفان و ساء سبیلا، و بدترین راهیه که منکوحه پدر را یا منکوحه بابا بزرگ را تو بری نکاح کنی. حرمت علیکم امهاتکم، مادران شما بر شما حرام. امهات مادر بلوغ به اصطلاح مادر بزرگ همه اینها را امهات میگن. و بناتکم، دختران شما، مراد دختر هم دختر حدیث نواسا. و اخواتکم، و خواهران شما، هر نوع خواهر، اینی الی خیلی. اماتکم، امهای شما، خواهر پدرها. خالاتکم، خواهر ما، خاله ها بر شما حرام. اما چه اینیه چه الیه چه خیفیه، خواهر پدر، اینیه الیه خیفیه، اینها همه امات. خواهران مادر هم همینطور، اینیان الیان خیفیان، اینها همه خالات گفته میشه. و بنات الاخ، برادرزاده ها، هر نوع برادرزاده، برادر اینیه الیه خیفیه، برادرزادهش همینطوره. و بنات الاخت، خواهرزاده ها، خواهر اینی باشد، الی باشد، خیفی باشد، خواهرزادهش، هر نوع خواهر، اون هم بنات الاخت گفته میشه. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، و مادرانی که شما را شیر دادند. و اخواتکم من الرضاعه، و خواهران رضاعی، زنانی که شیر دادن اونها را مادر رضاعی میگن، خواهر و برادر رضاعی، اینها هم حرام. و امهات نسائکم، و مادران زنان شما با زنی ازدواج کردی، دختری ازدواج کردی، حالا مادرش هم برید ازدواج کنی، حرام. و امهات نسائکم و ربائبکم، گوش به محضی که شما زنی را نکاح کردی، مادرش بر شما حرام. چه با این زن شما نزدیک شدید یا نشدید، واسو حرام هست. و امهات نسائکم، خب و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. شما یک زن بیوهی بسکنید، زن بیوهی، حالا شما با دختر او ازدواج کرد، زن بیوه دختری دارد، شما با دختر او ازدواج کردید، اینو میگن ربائب.
لیکن این ربیبه از اون زنیه که شما با اون زن نزدیک شده. حالا گوش کنید، زنی بیوه ای را نکاح کرد، نزدیکی نکرد و طلاقش دادی، حالا دخترش میتونی نکاح هیچ نباشید. زن بیوه دختری دارد، شما این زن بیوه را نکاح کردید، نزدیک نشدید، طلاقش دادید، حالا دخترش میتونی نکاح. اگر زن بیوه را نکاح کردید و نزدیک شدید با او، حالا دخترش بر شما حرامه، چه در خدمت این زن بوده یا نه. و به اصطلاح بلوچی ربائب پیزادت، ربائب شما اون ربائبی که فی حضورکم در خدمت شما هستن، این خیر اتفاقی، اگر که در خدمت نباشد جای دیگه باشد، شما اصلا اون را هم ندیدید، از اون زنانی که شما با آنها دخول کردید، پس اگر مادرش دخول نکردید، گرفت نکاح کردید، طلاق دادید، لازالا دختر شما. اگر شما دخول نکردید این زنان، نکاح کردید، تو فلا جناح علیکم، گناه این نیست که باز دختر سے نکاح. ببینید دختر نکاح کردید، به محض نکاح کردید، واسو حرام نیست. پیزاده را حرام نیست زمانی که با مادرش نزدیکی بکنی. اگر نکاح کردید و نزدیکی نکردید، حالا این ربیبه است، او برای شما حرام نمیشه. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، و زنان پسران شما، اون پسرانی که از کمر شما هستند. این به خاطر این اگر شما کسی را پسر گفتید، زنش بر شما حرام نمیشه. پسری که از کمر شما، حالا زن او حرامه، چه پسر با اون نزدیکی کرده باشد یا نکرده باشد. و حلائل ابنائکم، زنان، زن عزیزا و قبوله، پسر داماد کردی، پسر طلاق داد، حالا پدر بره برای ازدواج حرام. نفهمید؟ و حلائل ابنائکم، زنان پسران شما که اون پسران از کمر شما باشد. و این چی همچنین حرامه که شما جمع بکنید بین دو خواهر، نسبا یا رضاعا، الا ما قد سلفان در گذشته میکنه. دو تا خواهر، دو خواهر را در یک زمان نکاح کردن حرام. یکی بمیره، یکی را طلاق بدید، دیگری را میتوانی نکاح کنید بعد از آن عدت. اگر طلاق دادی باید عدتش بگذره، اگر عدتش نگذشته بعد هم نکاحش درست کنید. یک خواهر را طلاق دادی، دو خواهر دیگر را میخواهید نکاح کنید، تا عده این خواهر تمام نشده اون را نمیتونید نکاح کنید که جمع بین اختین نیست. هر آن دو زن که با هم نسبت خویشاوندی داشته باشند هم جمع نمیتونید. مثلا برادرزاده را با عمه یا خواهرزاده را با خاله هم نمیتونید. اگر خاله از خواهرزاده را نمیتونید نکاح کنید. اگر عمه در عهد شما اصلا برادرزاده او را هم نمیتونید نکاح کنید. ان الله کان غفورا رحیما، به درستی که خدا بخشنده و مهربان است. اگر در گذشته شما دو تا خواهر نسبی یا دو تا خواهر بزن، حالا دو تا دختر از یک مادر شیر بخورن، یکی نمیتونه اونا رو نکاح کنه، اینا خواهر رضاعی هست. دو دخترن پدر و مادرشون جدا جداه، میرن از یک زن شیر میخورن، حالا اینا دو تا خواهر رضاعی، کسی نمیتونه این هر دو تا را عقد کنه در یک زمان. یکی بعد از دیگری میتونه، در یک زمان نمیتونه. و اون زنانی که شوهر دارن هم بر شما حرام نکاح. زنی شوهر دارد حالا کسی دیگه بره هم نکاحش کنه، این نکاح حرام، اصلا عقد منعقد نمیشه. در تمام این موارد عقد منعقد نمیشه. طلاق هم اصلا اینها حرام هم محرمات هم، اگر کسی عقد هم بکنه عقد منعقد نمیشه، محرمات. حالا زنی شوهری دارد،
شوهر را دوست نداره بره با شوهر دیگر ازدواج کنه، اصلا عقدش منعقد نیست، حرام عقد. و من عقد کردم، نه باید عقد تو نیست. اگر نفهمی گردنش میزنی. والمحصنات من النساء، اینجا دیگه عقد نمیشه. زنانی که شوهر دارن، محصنات به معنای متعدد میاد. یک محصنات من زنان شوهردار را محصنات میاد. الا ما ملکت ایمانکم، مگر آن زنانی که مالک شدن ایمان شما. ببینید در زمان صدر اسلام جهاد و زنان از آنجا اسیر شدن به عنوان کنیز. در دارالحرب شوهر دارن، لیکن الان شما اینجا به دارالاسلام آوردید اینها. چون از آنها به دارالاسلام آمدن، مسلمان هم که نشن برای شما حلال است. اون شوهر دارالحربی اعتبار نمیشه. این زن شما اگر مسلمان شده نکاحش میکنید، اگر کنیز دیگری هست شما میتوانید بعد از استبراء رحم مصاحبه که الان در دنیا نیست. این صورت زنان را اسیر میکرده، اینجا می آمدن به عنوان کنیز. حالا اینجا در دارالحرب، در دارالکفر شوهر دارن، چون آمدن به دارالاسلام دیگه نکاح اینها قطع شد. شما می توانید این زنان را کنیزن آزاد کنید و نکاح کنید، یا کنیز دیگران هم به اذن دیگران نکاح کنید. پس این زنان اونجا شوهر دارن، چون به دارالاسلام آمده این نکاح قطع شده. زنان شوهردار حرامن شما نکاحش کنید. والمحصنات من النساء، اون زنان شوهردار را محصنات کنید. الا ما ملکت ایمانکم، مگر آنهایی که مالکند ایمان شما. کتاب الله علیکم، مفعول مطلقه، فرض کرده بر شما خدا این احکامات. کتب الله علیکم، این احکامات را خدا بر شما فرض کرده. خلاصه این زنان حرامند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.